بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آغاز میکنم که نامش بهترین و زیباترین نام هاست، کلامش برترین و شیواترین کلام هاست و یادش هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبش و سفیرش که رسول گل هاست، که محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی، یاد خدا الهی که خوب باشین و فرصت داشته باشین تا پایان با نگاه زلال و مهربان و مشتاقتون برنامه خودتون یاد خدا رو همراهی بکنید. داریم درباره ضرورت انس با قرآن کریم صحبت میکنیم به مناسبت ایام ربیع الاول و این یادگار بسیار بسیار مانا و گرانبها که نور محض هست، یعنی قرآن کریم که یادگار نبی مکرم اسلام هست. میشنویم و یاد میگیریم از حجت الاسلام المسلمین جلالیان عزیز که امشب هم قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم. سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه. امیدوارم که در پناه قرآن باشیم هممون. سلامت باشیم. هستم. خواهش میکنم. مصداق کاملی کم گوی و گزیده گوی چون در. مخلص شما هستیم. ما اگر اجازه بدید داشت یادم میرفت یه خلاصه 1 دقیقه حدوداً از برنامه گذشته ببینیم و برگردیم و در خدمت شما باشیم. بسم الله بفرمایید. خب ما تا به اینجا عوامل محجوریت رو بحث کردیم، توصیه های اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین درباره قرآن کریم، تاکیداتی که داشتن برای اینکه قرآن محجور نمانه شنیدیم از آقای جلالیان عزیز، و تا حدودی جلسه گذشته تبعات و پیامدهای محجور ماندن قرآن کریم در جامعه برای فرد و اجتماع رو بحث کردیم و فکر میکنم که همین بحث رو ادامه بدیم. به نظرم خوبه که نگاه خود قرآن راجع به این قضیه رو هم بدونیم که اگر در واقع قرآن محجور بشه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ما در جلسات گذشته پرداختن به قرآن در زندگیمون باید یه نقش اصلی و اساسی داشته باشه. یعنی اگر قرآن در زندگی ما در حاشیه قرار گرفت و هر از گاهی، یعنی گاهی اوقات شب قدری رفتیم سراغ قرآن که قرآن سر بگیریم، یا در مناسبتی سراغ قرآن رفتیم، اینا همه میشه مصادیق محجوریت قرآن. حتی در حالات شخصی خودمون گفتیم ابراز در واقع احترام یا ابراز انزجار نسبت به کسی که به قرآن جسارت میکنه. خب باید بپردازیم به باطن قرآن دیگه، یعنی برای اینکه قرآن از محجوریت خارج بشه در جامعه و در زندگی فردی و شخصی، باید ببینیم که خدا اما چی میخواد، دستورات قرآنی و دستورات الهی چیست. حالا من 1-2 مورد رو از خود قرآن عرض بکنم. ببینید قرآن میفرماید که یک جامعه ممکنه در مسیر انحراف قرار بگیره. یک جامعه هم با حضور قرآن و با تفسیر اهل بیت از این قرآن در مسیر صعود و رشد قرار میگیره. حالا چه میشه و چه عواملی باعث میشه که در واقع قرآن در مسیر سقوط قرار بگیره؟ امام حسین علیه السلام، شما در مسیری که حضرت از مکه را افتادن به مدینه، از مدینه تا به سمت کوفه که در کربلا در واقع متوقف شدن، کلمات سید الشهدا علیه السلام رو ببینید چقدر امام حسین با آیات قرآن در واقع اشاره می‌فرمان و استدلال میکنن، چقدر با قرآن در واقع صحبت میکنن. اما این کلام سید الشهدا علیه السلام با قرآن، دعوت مردم به قرآن. ما ممکنه شخصی رو داشته باشیم حافظ قرآن باشه، با قرآن سخن بگه، ولی در اوج انحراف و انحطاط باشه. نمونش کیه؟ نمونش در تاریخ میگه مثلا ربیع ابن خثیم. ربیع ابن خثیم از اصحاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین همراه حضرت امیر علیه السلام. خب قرآن‌های سر نیزه رو دید، نماز خوندن ها رو دید. ببینید اینا انحراف دیگه. یعنی به ظاهر قرآن کسی بخواد صرفا اکتفا بکنه، اصلا عادت میکنه به ظاهر بین بودن. یعنی اگر شما فکر کردید که نماز جماعت خیلی مهمه، نماز اول وقت بسیار مهمه، نمیدونم رعایت کردن آداب دینی بسیار مهمه، اما اگر کسی فقط به این ظواهر پرداخت، میشه ظاهر بین،
میشه ظاهر بین. حالا نسبت به قرآن هم همینه. ربیع ابن خثیم آمد به امیرالمومنین گفت آقا من با اینا کاری ندارم، من نمیتونم با اینا بجنگم. چرا؟ بابا علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. اینو نقل‌های مختلفه دیگه. شما اگر میخوای قرآن رو ببینی، پیامبر فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی. میخوای حق رو بفهمی، علی مع الحق و الحق مع علی. آقا من با اینا نمیتونم بجنگم. چرا؟ اینا نماز میخونن، اینا قرآن همراهشون هست، مگه میشه اینا باطل باشن؟ همین آقای ربیع ابن خثیم جدا شد از امیرالمومنین، آمد در مرز ایران و بعدهای قبری برای خودش کند و شد حافظ قرآن، یا شاید حافظ قرآن بود. داره که حدود شاید مثلا 10 سال 15 سال هر کسی که به اون مراجعه میکرد در این قبر مشغول عبادت بود. ازش سوال میکردن آقای ربیع ابن خثیم تشنته؟ با آیه قرآن جواب میداد. آقای ربیع ابن خثیم گرسنته؟ با آیه قرآن جواب میداد. چیزی جز آیات قرآن از زبانش فقط با قرآن صحبت میکرد. ببینید اینم یه سبک صحبت کردن با قرآنه. ما دنبال این سبک صحبت کردن با قرآن اصلا نیستیم، گرچه خوبه. یعنی یک آدم شایسته متفکر همه چی تمامی که در قرآن کار کرده، حافظ هم هست، همه چی رو با قرآن جواب میده، احسن. اما بعد از این چی؟ آیا به این اکتفا کردی؟ اگر به این اکتفا کردی میشه ربیع ابن خثیم آمدن در سن پیرمردی 80-82 سالگی که یکی از زهاد زمان خودش و عباد زمان خودش بود، اومدن بهش گفتن آقای ربیع ابن خثیم امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، دیگه پیرمرد شده بود. اول دست پشت دست زد گفت وای بر امتی که فرزند پیامبرشون رو کشتن. بعد یک دفعه گفت استغفر الله، ذکر غیر خدا گفتم. یعنی من بدون قرآن و خالی از قرآن حرف زدم و کلامی رو گفتم. ببینید این سبک حرف زدن با قرآن خوبه، ولی کن اگر فراتر از این نره ثمرش میشود امام حسین علیه السلام که به شهادت میرسد و براش مهمم نیست که امام حسین قرآن ناطق در واقع به اون وضعیت به شهادت میرسه. این میشه انحطاط جامعه. حالا ببینید قرآن میفرماد آقا شما در واقع در جامعه افرادی رو میبینید، این افراد گرفتار انحرافن. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. اینا وقتی که به عذاب خدا گرفتار میشن در جهنم میگن که ای کاش ما در دنیا اطاعت از خدا و رسول میکردیم، چه اشتباهی کردیم. خب یکی از مصادیق انحراف و انحطاط رو قرآن در این آیه شریفه برای ما بیان فرموده. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، میگه آقا ما رفتیم سراغ بزرگترامون، رفتیم سراغ اجدادمون، اینا گفتن آقا این کار خوبه، بت خوبه، ما هم گفتیم خوبه. اینا این سبک زندگی رو روز قیامت کسی نمیتونه بگه آقا، یعنی انسانی که بهش عرضه شده، نه جاهلی که اصلا نفهمیده بهش نرسیده، نه انسانی که بر او عرضه شده، افکار مختلف بر او عرضه شده، میتونسته فکر بکنه، میتونسته عمیق بشه در مسیر هدایت و نشده، میگه آقا اینا تقلید کورکورانه کردن. بهش گفتن آقا راه خدا اینه، منتها مسخره کرد، قبول نکرد، نپذیرفت راه حق رو. گفت آقا بابای من اینجوری بوده، بابا بزرگ من اینجوری بوده. اینا حسرت میخورن روی، میگن فازلونا سبیلا، آقا این بزرگترای ما رو گمراه کردن. خب چرا تقلید کورکورانه کردی؟ قرآن میگه این یکی از مهمترین عوامل در واقع انحطاط جامعه هست. اگه جامعه میخواد قرآنی بشه، تقلید کورکورانه تو اون جامعه باید جلوش گرفته بشه، نه تقلید عاقلانه. تقلید عاقلانه چیه؟ مراجعه غیر متخصص به متخصص. یعنی من از علم پزشک تقلید میکنم، میرم میگم آقا چه بکنم چون من تخصصی ندارم. من از علم مهندس عمران تقلید میکنم، همونطوری که از علم فقیه در فروعات دین بله تخصص او در فروعات دین میرم سراغش، میگم آقا من اینجا شک بین 4 و 5 کردم، چه بکنم؟ میگه اینطور رفتار کن. ولی همون مجتهد اولین مسئله رسالش اینه، میگه شما در اعتقادات، یعنی اون مسائل عقلی، شما مجاز نیستی تقلید بکنی. توحید، نبوت، عدل، امامت، تمام عقلیات، اجتماعیات،
مسائلی که تقلیدی نیست، میگه اینها رو خلاصه خودت برو فکر کن راجع بهش و تخصص پیدا بکن، ولی حالا تو مسائلی که مربوط به منه اینو احکام و اینها مراجعه به من بکن. لذا تقلید کورکورانه معناش اینه که ما میگیم آقا ما راجع به این مسئله نمیخوایم فکر بکنیم، راجع به این مسئله اعتقادی نمیخوایم تفکر بکنیم و چون تفکر نمیکنیم در مسیر انحطاط و انحراف گرفتار. بنده خدایی که طواف نمیکرد توی مسجد الحرام گفتن چرا طواف نمی‌کنی؟ به ما گفتن همه چی با مدیر کاروانه. همه چی با مدیر کاروان. آره. حالا یعنی ببینید واقعا بعضی از افراد هستن ها، یعنی همین الان هم گاهی اوقات من یه وقتی اوایل طلبگیم بود خیلی علاقه داشتم که حالا خدا توفیق بده آدم همیشه ملازمه با این مستحبات و اینا، ولی دوست داشتم بعضی از مستحبات رو انجام بدم. یکی از این مستحبات تو رساله ها هم هست تورک در رساله، یعنی وقتی برای تشهد میشینی روی پای در واقع راستتون کف پای چپ قرار بگیره، به یک طرف بنشین. این مستحبه در تشهد. من یه مسجدی رفتم نمازو به این صورت نشستم، بچه تر از حالا هم بودیم، خلاصه یه آقایی پشت سر من گفت آقا چرا اینجوری نشستی تو جوونی فلانی؟ گفتم آقا این مستحب تو رساله داره. و آقا گفتش که نه این مال افرادیه که پاشون درد میکنه. یه رساله بود اونجا رفتم آوردم گفتم آقا این تو رساله داره بحث احکام تشهد میگه مستحب به موقع تشهد اینطور بشینی. گفت نه آقا این اشتباه نوشته، این شما باید سالم دوزانو بشینی. هر چی ما گفتیم این قبول نمیکرد. حالا گاهی در بعضی از مناظره ها و بحث های اعتقادی انسان اینو درک میکنه، یعنی شما با یک کسی بحث میکنی دلیل عقلی و نقلی براش میاری، میگه آقا من اینو نمیتونم بپذیرم، من نمیخوام اینو قبول بکنم. یه افراد لجوجی بودن در زمان امام صادق نقل شده، در زمان حضرت رضا نقل شده که اینها لایک بودن، مادیگرا بودن، حالا هر تعبیری که اون زمان داشت. گاهی اوقات می اومدن با اهل بیت مناظره میکردن، با اهل بیت بحث میکردن. بعد حتی ابن ابوالعوجا میگه آقا من نزدیک شدم به اینی که بپذیرم، نزدیک شدم. انقدر امام صادق زیبا جواب میدادن یا خوب بحث میکردن. یا اون شخصی که محضر حضرت رضا علیه السلام رسید، صدای اذان بلند شد، آقا بلند شدن، داشت بحث میکرد، مادیگرا بود. آقا فرمودن که موقع نماز گفت آقا یه خورده دیگه ادامه بدیم من میپذیرم. آقا فرمودن من نمازم رو باید اول وقت بخونم و حاضر نیستم با چیزی نمازم رو عوض بکنم. خب ببینید بعضی از افراد اصلا لجاجت خاصی دارن، شما هر چی هم بگید اون نمیپذیره، نمیخواد بپذیره. اینو مصداق همین افرادن. قرآن هم میگه سمون بکمون عمیون. بعضی از افراد کر کور لال میشن، هر چی شما بر اونها بگید خلاصه بیفایده است و باطنشون در واقع دیگه نابینا شده. خیلی خوب شما اشاره به نماز کردین، داشتم فهم کردم خوب شد خدا این 5 وعده نماز رو برای ما واجب کرد. اگه این نماز نبود خیلیامون اصلا یه آیه قرآن هم کلا نمیخوندیم. باز به برکت خوندن نماز یه چند آیه قرآن ما توی نماز میخونیم که یادم افتاد امام رضا جانم توی تفسیر نورالثقلین اگه اشتباه نکنم دیدم که فرمودن اصلا خدا برای همینم قرآن رو در نماز یعنی سوره حمد و اینا رو واجب کرد که قرآن از محجوریت در بیاد به این نوع. الحمدلله رب العالمین. خب یکی از آیات نورانی قرآن کریم رو با اجازهتون بشنویم و فضای برنامه متبرک کنیم، متناسب با بحثمون برگردیم و چند دقیقه پایانی این برنامه و این سلسله برنامه که 5 برنامه شد رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من دیگه خیلی کم صحبت بکنم، توضیحات بیشتر رو آجای. بله حضرت رضا علیه السلام، من این حدیثی که شما فرمودید رو داشتم نگاه میکردم که امام رضا علیه السلام فرمودن که حالا متن حدیث رو نوشتم ولی مختصر عرض میکنم که گفتن آقا چرا خدا امر کرده سوره حمد رو؟ حضرت فرمودن برای اینکه قرآن متروک نشود و مردم ارتباط داشته باشند. بعد آقا آخرش میفرمایند لیس شیء من القرآن و الکلام جمع فیه من جوامع الخیر و الحکمه. چرا سوره حمد رو گفتن در قرآن بخوانیم؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه قرآن متروک نشه. حالا چرا سوره حمد یه سوره دیگری خونده بشه؟ فرمودن چون تمام خیر و حکمت در سوره حمد جمع شده. من حالا در آخرین دقایق این سلسله جلسات این روایت رو عرض بکنم. حالا ببینید بالاخره این قرآن
عظمتی دارد که قابل توصیف نیست. ما هم که زبانمون الکنه، یعنی حالا این 5 جلسه‌ای که راجع به قرآن صحبت کردیم قطعاً نسبت به عظمت قرآن و بزرگی قرآن چیزی حساب نمیشه. اما خلاصه این مطالب و روایاتی که عرض کردیم، این فرمایش پیامبر به عنوان توصیه عرض بکنم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن ان اردتم عیش السعدا. آقا فرمودن مردم اگر دلتون میخواد زندگی شما یک زندگی سعادتمندانه ای باشه، یعنی عاقبت به خیر بشید، عیش سعدا باشد، همیشه دعا بکنیم بگیم خدایا زندگی ما رو زندگی سعدا قرار بده، یعنی لحظه آخر ما با ایمان از این دنیا مفارقت بکنیم به عالم دیگه. و موت الشهدا، فرمودن موت شما و مرگ شما مرگ شهادت گونه باشد، یعنی اون ثواب، اون فضیلت، اون جایگاه. و نجات یوم الحسره، روز حسرت. یوم الحسره که از اسامی قیامته. همه حسرت میکشن روز قیامت. آدم خوبا حسرت میکشن که آقا ما میتونستیم بیشتر جمع کنیم. افراد گرفتار هم حسرت میکشن که چرا رفیق بد گرفتم، چرا مسیر بد رفتم، چرا اطاعت، آیاتش فراوانه دیگه، چرا اطاعت از خدا و پیامبر نکردم، چرا نمازمو نخوندم، چرا روزمو نگرفتم، چرا خمسمو ندادم، چرا هزارها حسرتی که در دل انسان میاد. آقا میگه اگه میخواید نجات یوم الحسرت شما باشد و ذل یوم الحرور، یعنی روزی که خلاصه بر سر شما آفتابی میتابد که هر شود خلاصه احساس گرما، احساس این سایه بر سر شما باشه. و الهدی یوم الضلاله، روز گمراهی باعث هدایت شما باشد. فدرسوا القرآن، فرمود برید قرآن یاد بگیرید. یعنی این چکیده تمام این مطالبی که عرض کردیم. پیامبر خدا میفرماد تمام این خوبی ها مجمعش قرآنه، برید سراغ قرآن. فانه کلام الرحمن، مردم قرآن کلام پروردگار رحمان است. و حرز من الشیطان، و این مهمترین حرز از شیطان شما رو محافظت میکنه. خیلی از افراد امروز راه میفتن گاهی اوقات، چون یه ابتلاع اجتماعی واقعا عرض میکنم، تا مختصر گرفتاری چه مالی چه ازدواج بچه هاش یا مشکلات دیگری پیش میاد، اولین چیزی که میگه آقا ما رو سحر کردن. خب اولا این سحر کردن که واقعا 99% اشتباه برداشته، سبک زندگیمون غلط بوده، سبک زندگیمون باعث این، یا نه اصلا یه اتفاق عادی از دنیا دارم بالبلای محفوفه. الان از لحاظ اختصاصی همون اقتصادی، همون امتحانی که خداوند عالم میکنه گاهی بالا پایین داره. آقا میفهمن اگه میخواد از همه اینها ایمن باشید، حرز من الشیطان، قرآن بهترین حرزه. آخه در ادامه همون اون اشتباهی که صورت میگه دنبال راه حل هستیم و میریم میگیم از یکی ذکر بگیریم پیش هر کس و خودمون رو گرفتارتر میکنیم. درسته که دارم میفرمایند قرآن همین، قرآن محجوریت قرآن یعنی همین، یعنی اینی که چند وقت قبل اخبار من شبکه سراسری دیدم که یه خانومی رو عرض شود که یا شاید هم تو فضای مجازی خوندم خاطرم نیست، ولی یه خانومی در اینستاگرام در واقع ذکر میداد به مردم که حداقل ظواهر دینی رو هم نداشت. عجیبه. یعنی میشه بساط کاسبی برای عده‌ای. اون هیچی، اون بندگان خدایی که میرن بیشه این افراد، من نمیدونم چه فکر میکنن. میگه آقا خب شما مسیر رو داری اشتباه میری. بله حرز من الشیطان و رجحان من. میگه آقا تنها چیزی که میتونه بار شما رو سنگین بکنه قیامت، رجحان من المیزان، یعنی این بار سبکی که ما داریم این دنیا میبریم میتونه سنگینش بکنه قرآنه. این قرآنه که میتونه زندگی دنیا و آخرت ما رو آباد بکنه و انسان رو رشد بده. لذا امام صادق فرمودن القرآن عهد الله الی خلقه، مردم قرآن عهد خداست با شما. فقط ینبغی للمرء المسلم، فرمودن سزاوار است انسان مسلمان ان ینظر الی عهدهی، هر روز به این عهد نگاه کند و ان یقرأ منه فی کل یوم 50 آیه، حداقل روزی 50 آیه از این عهد بین خودش و خدا بخونه. پایین‌تر از اینم فرمودن. واقعا ما اگه شیعه امام صادق هستیم این کارو میکنیم یا نمی‌کنیم؟ بله. 50 آیه، یعنی این سوال هر کسی من خودم. حتی پایین‌تر از اینه، یک کسی میگه آقا من تحمل خوندن 50 آیه ندارم. پیامبر خدا فرمودن من قرأ 10 آیات فلا 10 آیه فی لیلة لم یکتب من الغافلین.
پیامبر میفهمن اگر کسی حداقل 10 آیه در روز بخونه این در زمره افراد غافل حساب نمیشه. یعنی 10 آیه همین چرا خودمون محروم کنیم از این؟ بله واقعا این مهمه. و بعد فرمود پیامبر خدا و علیک به تلاوت القرآن علی کل حال، فرمود مردم در هر حالی قرآن. نشستید جایی، آقا تو محل کارت نشستی، چرا میای میگی آقا منو سحر کردن کاسبیم خرابه؟ این حرفا چیه؟ قرآن هرزه. تو محل کارت بشین قرآن بخوان، رو آیات قرآن فکر کن. این قرآن میشه برکت کار و کسبت. خدا باید این گره ها رو باز بکنه از زندگی ما و این کمک خواهد کرد که انشالله این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما 5 جلسه خدمت شما بودیم و تلاش کردیم که درباره قرآن کریم، انس با قرآن کریم و عوامل محجور ماندن قرآن کریم، راهکارهایی که قرآن رو بتونیم از محجوریت خارج بکنیم از شما شنیدیم. شما هم از قرآن و کلمات معصومین فرمودین. انشاءالله خدا توفیق بده به آنچه که از شما یاد گرفتیم بتونیم عمل بکنیم. بزرگواری عواملی ندارین، این آخرین لحظات من فقط نکته آخری که در کلام اهل بیت علیهم صلوات الله هست و توصیه آخر که اول به خودم و بعد بینندگان محترم دارم اینه که برای بزرگ شدن قرآن که قرآن بزرگ هست و برای رفع محجوریت قرآن هر کسی قدمی بردارد، قطعا قرآن در قیامت بهترین شفیع هست و اهل بیت بهترین شفعا هستن و دستگیری میکنن. کمک بکنیم به همدیگر واقعا در محل خودمون، در خانه خودمون، در مسجد خودمون، محل کار خودمون، هر کسی برای در واقع رفع محجوریت قرآن یه قدمی برداره. انشاءالله. خیلی ممنونم. اجر شما با صاحب قرآن کریم. خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. خیلی ممنونم. من یه چند جمله از گوته، شاعر و نویسنده بزرگ و معروف آلمانی دیدم. به نظرم خیلی مناسب اومد اینو عرض بکنم در پایان این 5 برنامه و بعد با شما خداحافظی بکنم با اجازه آقای جلالیان عزیزم. تأمل بفرمایید. گوته، شاعر و نویسنده بزرگ آلمانی، ایشون میگن که ما در اول از قرآن روی گردان بودیم ولی طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و به حیرت آورد و بالاخره مجبور شدیم اصول و قواعد آن را بزرگ بشماریم و در مطابقت الفاظ آن با معانی بکوشیم. مرام و مقصد این کتاب بی اندازه قوی و محکم و مبانی آن بلند و از این نظر ما را به اهمیت و علو مقام خود بیشتر جذب